پن با شهروندی چین که حالا در تاجیکستان کار و زندگی دارد ترانه مشهور چین و چین را در مراسم تجلیل سال نو قمری چین اجرا کرد و با شیوه خاصی سرایش به دل تماشابین تاجیک راه یافت. چینایی‌های تاجیکستان سال نو خود را روز 22 فوریه در دوشنبه با شرکت نمایندگان بلندپایه دو کشور و زیر شعار تاجیکستان و چین یک عائله است تجلیل کردند. عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن. وان خیچوان 10 سال باز در تاجیکستان زندگی میکند. او با یک مرد تاجیک عائله‌دار شده اسم گلچهره را به خود گرفته است که یکی از نام‌های معمول در تاجیکستان است. گلچهره با همسری آینده‌اش در چین آشنا شد و با هم به تاجیکستان برگشتند. در عائله گلچهره در یک سال 3 مرتبه سال نو را جشن میگیرند. سال نو قمری چینی، جشن نوروز تاجیکان و هم سال نو میلادی. گلچهره یک فرزند دارد و میگوید آنها در خانه با 2 زبان چینی و هم تاجیکی گپ میزنند و همچنین رسم و عنعنه‌های 2 مردم را پاس می‌دارند. گلچهره میگوید میخواهد فرزندانش در روحیه 2 فرهنگ تاجیکستان و چین به وای رسند. این ایدی عنعنوی ما از همه ایدی کلان است و همه عائله در کجای باشه باید خانه رفتن یا جای شوی باید آچه آتر خبر میگیرن. همین یا ایدی خورسندی یا ایدی عائلوی میشود. نوروز هم تاجیکی چه مدت میتونه حالا آش یاد گرفتن، شوربا، بخیر منتو. این خانم چینایی میگوید که سالهای اخیر بنابر بهتر شدن روابط و بیشتر شدن روای مردم تاجیکستان و چین ازدواج هم میان ساکنان این دو کشور افزوده است. چین سالهاست در تاجیکستان حضور اقتصادی و فرهنگی دارد. بر پایه آمارهای رسمی طی 1-2 سال اخیر تعداد مهاجران کاری این کشور در تاجیکستان 30% افزایش یافته است. حالا در تاجیکستان حدوداً 6000 شهروند چین کار و زندگی دارند. چینی ها در تاجیکستان زیادند. آنها در شرکت های ساختمانی، راه و برقی و یا در مکتب و دانشگاه ها کار می کنند. آنها همه تاجیکستان را دوست می دارند چون تاجیکان خود مهمان دوست دارند و با چینایی ها مناسبتی خوب دارند. آنها در اینجا عائله دار می شوند و فرهنگ و ترانه های تاجیکی را خیلی دوست می دارند. بسیارش خیلی خوب با زبان تاجیکی سرود می خوانند. مرکز آموزش کنفوتسی در تاجیکستان در یک سال گذشته به 4000 جوان تاجیک در آموزش زبان چینایی کمک کرده است. به تاکید مسئولین این مرکز سالهای اخیر توجه مردم تاجیک به فرهنگ و زبان چینی افزوده است. جوانان تاجیک با توجه به حضور زیاد شرکت‌های چینی در تاجیکستان و با امید دریافت کاری مناسب و آینده خوب می‌خواهند داننده خوب زبان چینایی باشند.